سفت بودن و تایتنس یک عضله همیشه دلیلش کوتاهی اون عضله نیست. وقتها ضعف یک عضله که باید در یک ناحیه ثبات رو برقرار کنه باعث فعالیت بیش از حد اون عضله و سفتی اون عضله میشه. مثلا سفتی عضله همسترینگ، عضله پشت پا، میتونه دلیلش ضعف در عضلات ناحیه کور باشه. یا مثلا سفتی در عضلات پشت ساق پا، عضلات این ناحیه، میتونه دلیلش تحرک کم در مفصل مچ پا باشه. یا مثلا سفتی در عضلات ناحیه گردنی میتونه تحرک کم در ناحیه تراسیک و ناحیه پشتی باشه، ستون فقرات پشتی. پس حرکت کششی همیشه راه حل نیست.